امروز با استودیوی ما گلصفت تشریف آوردن. این برای من کمال خرسندی است، چون که ما 5 سال با هم تحصیل داشتیم، یک دانشگاه رو تمام کردیم. گلصفت، نام تو قبلا گلصفت ستارова بود. بله، میفخرم از این نامم. بعداً گلصفت شهیدی شده. خب تو خودت رو چگونه معرفی میکنی؟ همسری یک بسته‌کار مشهور، نویسنده، شخصی که امروز قسماً در مهاجرت قرار دارد. وقتی که عقد نکاح شد اونجا اعلان کردن که من با نام طالبخان گذاشتم. بعد شوهر شاهی خانه. لیکن من از نام خودم خیلی فخر میکنم، چون پدری داشتم که خیلی خاکسار، آدم خوب بودن و من هیچ عذر افسوس نمیخورم. چرا؟ چون که من همه وقت دختری پدرم. زمان دانشجویی کورس اول بودیم، از دور همکورسا میگفتیم انا دختری وزیر اومد. تو با دختری وزیر بودن افتخار میکردی؟ من با پدرم افتخار میکردم، نه با جایی که منصبی که داشتن. میدونید پدرم یک آدمی بودن که هیچ کس نمیگفت که وزیر سودا، چون که وقتی که در مسکو جمع میشدن همه وزیرای سودا، یک تا پدری من همی خیلی لاغرکک مایدیکک بودن، دیگر همه اشکمدار. بعد فقط سترویف وزیر سودای تمام اتفاق میگفتن که وات را بچه‌گا. اگر در یاد تو باشد ما پختچینی رفتیم کورس اول، ناحیه 5 دستان تو به پختچینی نمیره. گو پیدا میشد، یک ما از دور میگفتیم نیهالکی روی ما سرخکی من، و تو هم یک روی مالکی مهین داشته که سرخ بود و در گردنت میبستی. من میگفتم انا نیهالکی روی مال سرخک اومد. اینقدر گریه میکردم. چرا گریه میکردی؟ چون که من عادت کردگی نبودم. من نمیدونستم وای پخته‌ای که بود از قدم بلند بود. همین تو در اومدم، از زمین اینجا چنگ سر میشد، از زمین میروم تا آخر. وای از اونجا میبر اومدیم. بچه یک کمباین داشتیم، اگر یادت باشد کمباین فاکولتت میگفتن، قربان سالی قربان فقط میگفت دلش میسوخت و منو حلیمه بس یک 10 کیلوگی میداد. گلصفت، بعد از اون که دانشگاه رو ختم کردیم ما توی از دست دادیم. چه با؟ از ما را بودن. چگونه همین حادثه صورت گرفت؟ چگونه یک دختر زیبایی که فخر همکورسا بود، باعث رشک دیگر کورس ها بود، باعث اون بود که هیچ کس نمیخواست که توی از دست زیاد، یک باره طالب را بود. خیلی خودت آدمی ایجاد کن. میدونی برای تو شرایط در کن. آدمی که آهنگ ایجاد میکنه 10 برابری دیگر. ما که سخن کردیم میتوانیم یک چیز گفته، لیکن آهنگ چیزی دیگر است. برای وای آدم بسیار شرایط در کار بود، شرایطی بسیار نه. ما خیلی عذاب کشیدیم، از این خانه به این خانه اجاره. بعد سونی یک خانه گرفتیم، اونجا کوچیدیم. 2 بچه، یک باره 2 بچه خود همین خیلی میکردم که همونو همین یگان قدر آوازشون هم نمید، چون که آدمی که آهنگ بینیسد آواز زیاد طاقت کرده نمیتونه. برای همین همه کار میکردم که فقط میگفتم خدا داده است، هر کس به نمیتید دیدن. ما بسیار کمپوزیتور داریم، لیکن اگر با این گونه فکر کنیم که این گونه همچون طالب خیلی انگوش شما. چگونه شناسایی تو به صورت گرفت با طالب شهیدی؟ پدرم به معقول شدن، گفتن من باید تمام کنم. بعد گفتن که این خیلی آدم نمیبیاد سانی. ملاقات اولین تو با طالب چگونه صورت گرفت؟ اگر میخندید، من به تلفن کردن که نزدت به میبیان. من از یادم بر اومدم. بعد اومدن گفتن که من فلان، یادم آمده که من این چی میگه اون وقت اولی در نامشون رو نمیدونستم، تا حتی نامشون رو نمیدونستم. بعد اومدن گفتن که من میخوام در فاکولته درباره موسیقی امروزه جهانی یک صحبت آرایم. بعد من گفتم که من کلت ماسوی سکتر دارم. اینجا بیا، من این آدم کتی گپ زد، این کس وای گذراندنی چه آخری همین کتی رفتم. این کس حیران شدن که این چی با من کتی من نمیدونستم، آخر ندیده بودم. همین کتی یک ملاقاتم همین خیلی بود. بعد سنی وقتی که مادرم گفتن که همون آدم آمدگی بود که آخر گفتم بهش که نگفته است. منم همین خیلی کردم، نقض نشد. یک آدمی کلان اومد.
بعد خیلی اومدن دیگر بار علاقه میدونستم دیده بودم که اولین سخنت چی بود با طالب شهیدی؟ سلام تمام. از دیدگاه من تو بسیار دختری آزاد بودی، لیکن به هر حال من بیجانی داشتم که از بخارای شریف اون کس همین خیلی اشرافزاده بودن، همین خیلی ما کلام کردن. خب چی نصیحت از بیبیت شنیدی که تا امروز هم در خاطرت نقش بسته است؟ بعد فقط میگفتن که سری همه تبر نمیبرد. چه چیز سرچشمه محبت تو با طالب جان گشت؟ آدمگریش. هر کس طاقت نمیکند این خیلی آدمه، چون که این کس دست و فکر و معینه و همش موسیقی تماما. یعنی خونه منه پالیس میگه تماما معیشت برای اون کس چیزی ندارد. یگونه یعنی که من باید همیشه به گردن خودم میگرفتم. میتونی؟ شما میتوانید یک خالتا پیاز زمستون با یک خالتا وقتش هم تو بود که یک خالتا کارتوشکا یک خالتا پس این چیزا نمیدونستن، چون که هم پدرشون فقط می نواختن و می نوشتن. بعد این کسم همین. بعد من اولو زد می شدم، بعد فهمیدم که باید نکنم. یعنی که تماما فکرشون دیگر چیز می شد. بعد می گفتن که من نمیتونم. بعد می رفتن بلیت می گرفتن، مسکو ارزان بود که چند پول بود؟ 63 سوم. بعد مسکو می رفتن همونجا می نوشتن. Маяковский گفت که любовная лодка разбилась о быт. Быт это برای همین من گفتم که نه، باید با گردن گیرم. مادرم یاردم میکردن، من برادرام یاردم میکردن، چقدر کارهای من میکردن که سرشتر میکردن که همین مشکل نشود. حاضر گفتی که تو بعد از 60 سالگی به نوشتن آغاز کردی. خب به هر صورت نویسندگی آرامی میخواهد. همین در خانه شما چی چیز آواز بیشتر است یا آرامی بیشتر است؟ عادت کردم در این چند سال، ما 50 سال همراه زندگی میکنیم. زیر موسیقی تو کتاب می نویسی؟ می نویسم بسیار نقص. میدونید بعضی چیزها من بعضا از خوب بیدار میشم، یک چیز به فکرم از بالا میبیاد، بعد میشینم می نویسم از خوب. هر یک انسان در این زندگی وظیفه دارد، میسیا دارد و با کی پیوستنش، چگونه زندگی کردنش مربوط است به این میسیا، به این وظیفه‌ای که گوییم که از کیهان، از آسمان برایش هدایت شده است. تو گرمی آتش خاندان هستی، درست؟ درست. تو صاحب 3 فرزند هستی. 3 پسر. شما شوهرتان دوست می‌دارید که پسر شده و با این افتخار میکنید؟ چیزی نیست، این همیشه دست خدا بود. وقتی سویتی با اینقدر فرزند بسیار شود و جنگ میکردن. حاضر میگویم که از این خیلی فرزندم اگر باز 5 تا دیگر میشد من جام میگفتم. همین سیری موفقیت فرزندای شما در چی است؟ من همین خیلی تربیت دادم که همون چیز خیلی که بیبی جانم اول همین زمینت نقص بید، اونی نوفتریخ زمینت نقص بید. اگر صبر نکنی یگان چیز نمیشه. من همین چیزها من بسیار یاردم کرد. فرزندم میگفتم که هیچ وقت فکر نکنیدون که شما یگان کمبودی داریدون، همش دست خودتون. بعضی ها دختر دارن، شما میدونید که ها نزدیکای ما میگفتن که من شوهرم بسیار نقص میبیند، من نقص میبینم با دختر. شما یک دیگر نقص نمیبینید، شما پسر. من خدا جو نصیحتی که تو با فرزندات میکردی؟ با فرزندم میگفتم که هیچ وقت فکر نکنیدون که شما یگان کمبودی داریدون، همش دست خودتون. خواهیتون همش میشه. فقط میگفتم من حاضر ما همین قدر پول داریم. وقتی سویتی چقدر پول بود؟ ما از روی معاش زندگی میکرد. بود نه خیلی بیزنس نه بود ولی و میشنوندن. بعد من میگفتم که همین قدر داریم جون. باید یک چیز میگفت من ولاسپید میخوام، من فلان میخوام. بچه ده. بعد پوچه‌هاشون همه وقت باید پای افزول میدونید که وقتش به دیفیسیت بود چیزی بچه کنه. بعد همین فابریکا میرفتم. فابریکای پای افزول میرفتم و بچه کنیش. بعد از همون چیز وای میکردم، خیلی زکاس میکردم، خیلی زیاد صرف میشد. بعد میگفتم من اگر این خیلی کنیتون این خیلی میشد، این خیلی کنیتون. بعد یاد دادم همینه با فکرم اینو وای کردم. میدونم از روی میور همه چیز
واقعا هم درباره تبریز من زیاد شنیدم. ایجادی سطح بلندی مسکو، من در چند محفل نشستم که از وی بسیار به خوبی یاد میکنند. حتی بهترین حافظای روس، بسته‌کارای روس از مشورت وی برخوردار میشوند. چگونه تبریز به همین موفق شد؟ میدونید همین جنگ تاجیکستان آدما رو خیلی پخته کرد. وقتی جنگ این باید داخل میشد و کنسرواتوری مسکو باید پیش از این کالج تمام کند بود. اونجا همین خیلی بود. خیلی میدونید وقتی پشتخوری و اتفاق شده همه پولا دیگر شد. از اون ما یک تا روبل شد که یک اونجا با وای نمیکرد. ما پول فرستنده نتونستیم بچیم با. خیلی یک وقتی مشکل بود خوندم برام. خیلی اون هر کسی تقدیر نصیبش. بعد بیچاره کار سر کرد. برای وای ممکن نبود. چون که باید دستوش احتیاط میکرد. نباشد چقدر جایزه دارد وای بچه من، پسری کلونی. بعد آهسته آهسته وای پرودوسری بگذاشت. نباشد باید دوام میداد کاری پدر. لیکن همین خیلی یک وقتی باید اونجا هم یگون تینجی نبود مسکو. یادتون باشه دیگه سالهای اولی 90. پسری دویمتون برای تجارت رفتن؟ دویم و سوم. اونه که در بانکی الف کار میکنه. فردوس جان. چرا همونو نگفتین که ژورنالیست شا، بسته‌کار شا؟ هیچی نگفتم. یگون تجربه. من میگفتم که شما باید خودتون انتخاب کنیدون که پگون نگویدون که این مادرم گفت، این پدرم گفت. انتخاب زن بیم. من گفتم من یگون دادبه یگون وای نمیوبم زن. یا زندگی خاکسارانه شما دید و گفت که همین هم زندگی شد؟ نه این خیلی نگفت. فهمید که برای بسته‌کار همه وقت یک مبلغ در کن. برای دستگیری بسته‌کار نویسنده همه کتابش کاغذش فلان. بسته‌کار باید نویسد، چاپ کند، ارکستر ببرد، ارکستر باید اجرا کند، بعد سونی باید ثبت کنند، بعد پیش مردم با گذارد، یا که باید در کنسرت همین چیز باید اجرا شود. جدو مشکل این را برای این بچه ها گفتن که اگر ما پدر ما دستگیری نکنیم آسان نمیشد. فرزندان شما فرزندان فرمانبرداری پدر و مادر هستند، درست است؟ فرمانبردار به معنی گوش کردن. لیکن اونها پیش از همه دوست می‌دارن. بسیار همین باور میکنید من اگر یک روز نگیرم از اونا که اوچه جان مخصوص میگم، من فقط میگم ای اوچه نشو سنگی کوچه شو، فقط این بیبی جانم گپشون میگفتم. بعد اونا میخندن. نباشد ما نه اگر بخوری اون نه میگم نه اونا منو ماما میگفتن عروس بریم. بعد سنی میگفتن اوچه جان مینویسن. تو امروز چند کتاب نشر کرده؟ اگر نشرش بگم اگر حاضر میگم 36 کدام زبان ها؟ روسی خیلی از اول، بعد تاجیکی، ازبکی، انگلیسی یک 12 تا اثرم شد، انگلیسی، نیمیسی. همین نویسندگی برای تو چیست؟ رهایی از خود یا مسئولیت؟ مسئولیت پیش از همه. چون که то, что написано пером, не разрубишь топором. برای هر یک کلمه گپ از تو باید سنی پرسان میشود. کدام کتابت بیانگر شخصیت خودت است؟ ممکن همسایه ها. چرا؟ چون من اونجا بیبی جونم یادآوری کردم، بیبی جونم را. بعد مرفوع، اون کس نامشون مرفوع بودگی، اما اون کس من موندم. اون کس بسیار همه به افسانه میگفتن. ما در این خانه ای که حوض زندگی میکنیم یک کت داشتیم روبروی ویوم بالکن میگن نکن ویوم. بعد سونی همون جبه میشیشتن، هم کت بیو بچه های جمع میکردن و افسانه میگفتن. من همون بیبی جونی افسانه گفت یک قسمی همون کتاب. بعد برای چی دوست می‌دارم؟ چون که در همین همسایه ها کمتر درباره زندگی خودم هم هست و درباره آدمای شناس بسیاری ها شناختن خودشون. گفتم اوه چخیل. بعد میدونید خیلی چخیل که همین همسایه ها وقتی که همین یک الهام گرفتم گفتم همینو مینویسم، چون که گفتم اگر همینو یادآوری نکنه از یادم هم میره همین چیزا. بعد نوشتم.
میان کتاب‌هایی که تا امروز نشر کرده حاضر گفته که شماره اونها به 36 میرسد. اگر یکی از آنها رو نفروشی و همچون تحفه ملت برای ملت ببخشی، کدامی از آنها رو انتخاب میکردی؟ زندانی تنهایی. همین یک چیز خوب برآمد. مثل خودت در چه میبینی؟ پیش از همه مادر. همه میگوید که من مادر هستم، لیکن نقش مادر تو چگونه میبینی؟ نقش مادر میدونید فرزند خوب تربیه کردن پیش از همه. تاجیکستان برای تو چی معنی دارد؟ وطن، رسالت، خاطره یا یگان چیز دیگر؟ از این زیادتر این وطن. در این سخن همه چیز گفته میشه.